خب، سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران. خب، شبکه مدتی قطع بود و من بعد از 2-3 هفته دوباره در خدمت شما هستم. در این پادکست انتقادی دارم از اساتید محترم، اساتید جامعه عکاسان ایران، به ویژه مترجمان متون علمی، هنری و فلسفی. البته ما اساتید مؤلف خیلی کم داریم و اکثرا در مقام ترجمه و تدریس در دانشگاه‌های مختلف هنری فعالیت دارن و اینو هم بگم که این انتقاد من مربوط به 10 یا 15 سال پیش میشه، نه الان. اما من همچنان میبینم که در ادبیات اساتید به دفعات این عبارت که نقش مهم عکاسی در جامعه و تبعات گسترده عکاسی در جامعه رو همیشه گوشزد میکنن، هنوز هم تکرار میشه و من مجبورم که انتقادم رو تکرار کنم دیگه، وگرنه این موضوع قدیمیه و بحث جدیدی نیست. اکثر سخنگوهای امور هنرهای تجسمی که شاخص اون عکاسی است به کرات دارن میگن که عکاسی توسعه پیدا کرده، نقش مهمی داره، فراگیر شده، به همه ارکان جامعه رسوخ کرده. همه رسانه ها، چه مجازی و چه مطبوعات، همه عکس محور هستند و خیلی چیزایی دیگه. همه نوشتارها، همه سخنرانی‌ها که من ملاحظه کردم به این موضوع ختم میشه. خب، این که عکاسی معاصر ما خیلی گسترش پیدا کرده و تمامی افراد جامعه از اون بهره مند شدن، یک پدیده جهانی است و شروع اونم خب برمیگرده به قرن 19 و از اون موقع تا الان همه شما بهتر میدونین که ذینفع این قضیه شرکت‌های بزرگ خارجی هستن، نه من و شما. مثلا شرکت کوداک با تبلیغش که در سال 1888 بود، تبلیغ خودشو با عبارت این که دکمه را فشار دهید بقیه کار با ما، ثروت انبوهی رو برای خودش جمع‌آوری کرد. الان هم هنوز فروش محصولات تصویری، تولید تصویر از یک طرف و تبلیغات عکس محور از طرف دیگه برای شرکت‌های خارجی بسیار سودآوره. خب، حالا ما با تکرار این نقش مهم عکاسی در جامعه در فضای مجازی واقعا چه چیزی گیرمون میاد؟ نقش عکاسی در هنرهای معاصر ایران و از این قبیل عبارات به نظرم فقط به درد پایان نامه‌های دانشجویی میخوره. تازه اونم واقعا دیگه در مقاطع دانشگاهی اشباع شده. شما اساتید محترم، واقعا خروجی شما صرفاً به نظرم ترجمه آثار انتزاعی و فلسفی هستش و مخاطبین شما به ندرت فکر کنم به تعداد انگشتان دست برسه. اصلا ما در دانشگاه هنری چی کار داریم میکنیم؟ یک سری مفروضات و مفاهیم
به واسطه ترجمه تولید میکنیم که این کار به معروفیت هنرمندان و فیلسوفان خارجی کمک میکنه، نه به ما. این واقعیت رو باید بپذیریم. اون وقت ما این مطالب رو به تعداد مثلا 20 یا 50 نفر دیگه از دانشجویان منتقل میکنیم. این تعداد دانشجویان که وارد عرصه کار عملی عکاسی که نمیشن و مجبورن که اونا رو به واسطه تدریس دوباره باز به تعداد بیشتری منتقل کنن. خب این یک چرخه اطلاعات دانشگاهیه. این چرخه اطلاعات و مفاهیم انتزاعی فلسفی به قول معروف غربی چه اتفاق خوبی در نهایت برای ما در بر داره. خب این یک نکته دیگه این که به گفته کارشناسان اقتصادی ما همکنون رشته‌هایی در دانشگاه‌ها داریم که تدریس میشه که در بازار اقتصادی ایران دیگه وجود خارجی ندارن. عکاسی هم متاسفانه جزء همین رشته هاست. خب برگردیم به بحث اصلیمون. این که توسعه و نقش عکاسی بزرگنمایی بشه و همیشه یادآوری کنیم که نه، عکاسی خیلی نقش مهمی در رسانه داره. چه مشکلی رو واقعا حل میکنه؟ خب از وقتی که عکاسی همگانی شد به واسطه گوشی همراه، واقعا فکر کنید که چه مشکل اساسی در اقتصاد، در سیاست، در اجتماع ما برطرف شده. مشکلات که از قبل بیشتر شده، اینو همه میدونن. خب درسته که انتقال تصویر و پیام سریعتر شده و انقلاب دیجیتال و پسا دیجیتال داریم. ما مسئله آماتوریسم داریم که در عصر ارتباطات خیلی خیلی نقش مهمی داشته. اینها همه درست، ولی مسئله اینجاست که سهم بهره‌مندی ما از این پدیده بسیار بسیار ناچیزه. به یک عبارت دیگه منفعت ناچیزی که ما از فروش یا استفاده از عکس در رسانه ها و تمام عرصه های عکس محور عایدمون میشه در واقع منفعت نیست. اینو دقت کنید. بله که پرداخت اوراق قرضه است که قبلا ما متعهد به پرداخت آن بودیم. اینو سعی میکنم که حالا باز بعداً دوباره در موردش بیشتر بحث کنیم. خب ببینید، من نقش مثبتی که در اطلاع رسانی در جامعه به واسطه رسانه‌های عکس محور تشکیل شده و به وجود آمده رو من نمیخوام انکار کنم و اونو قبول دارم، ولی این وجه مثبتی که یادآوری میکنن این اساتید در مقابل عوام فریبی تبلیغاتی یا مثلا سلبریتی سازی که در دنیای مجازی اتفاق میفته بیشتر و خیلی دیگر از پدیده‌های مصرف محصولات مثلا و غیر مولد، البته تقریبا صفر است. سهم ما صفر است.
در مقابل شرکت‌های بزرگ خارجی. یک مثال بزنم. ببینید، مثل اینکه ما مرتب بگیم که علم پیشرفت کرده، کتاب‌های خوبی ترجمه شده در زمینه جامعه شناسی، در زمینه اقتصاد، اینا ما خیلی روشن فکر داریم، ما خیلی کارشناسای زیادی داریم که همه باسواد هستن و کتابخونه‌های زیادی داریم. ولی خب از اون طرف هم آمارهایی هست که نشون میده که مثلا 80% مردم در ورطه ورشکستگی قرار دارن، یا آمار طلاق بالاست، یا آمار خودکشی بالاست. در مسائل جامعه شناسی این معضلات به کرات دیده میشه. یک نکته دیگه اینه که چرا اساتید ما از نقش مخرب عکاسی در سیاه نمایی مثلا، یا سیاست زدگی، یا سرمایه‌داری نامتوازن و یا عوام فریبی تبلیغاتی هیچ چیزی نمیگن، هیچ اشاره‌ای هم نمی‌کنن به این موضوع؟ شما خودتون بهتر میدونین چرا از این که عکاسی میتونه یک جنس بنجل منظورم بیکیفیت، یک جنس بیکیفیت رو به زیباترین نحو ممکن به ما غالب کنه. چرا در این مورد هیچ کسی صحبتی نمیکنه، نظری نمیده؟ خب عرضمو خلاصه میکنم. تمجید اساتید از هنر عکاسانه و به رخ کشیدن عکاسان غربی و تلفظ اسامی اونها در سخنرانی ها، در رسانه ها، به نظرم در واقع نوع خیرات هست، نوعی معروف کردن اون عکاسان، اون فیلسوفان غربی است و هیچی عاید من و شما نمیشه. به هر حال این سخنها و این تمجیدگویی های هنر غربی در همون کلاس های درس دانشگاهی هم به نظرم خریداری دیگه نخواهد داشت. مردم الان به دنبال مطالبی از هنر هستند که پولساز باشه. مردم به دنبال کاسبی هستند، به دنبال بیزینس هستند. این که ما مثلا در زمینه عکاسی دوران قاجار بگیم که ما در زمینه عکاسان قاجار گنجینه بزرگی داریم از عکاسان قاجار، و یا بگیم که کتابای خیلی خوبی در این زمینه منتشر شده، خب این واقعا برای مردم چه سودی داره؟ حتی برای دانشجویان هم دیگه جذابیتی نداره. فقط تنها سودی که این داستان داره برای صاحبان اون گنجینه است، صاحبان موزه ها و کسانی که اون منابع تصویری رو در اختیار دارن. خب طبعا من و شما که نیستیم. خب نتیجه و خلاصه مطلب این که جوانان ما و جوانانی که آینده مملکت رو قراره در دست بگیرن به دنبال بیزینس هستن، چه بخوایم و چه نخواهیم. واقعا از هنر عکاسی هم انتظار حظ بصری یا کشف مثلا رازهای نهفته و رازگشایی علمی ندارن دیگه. این چیزا رو براشون مهم نیست. خلاصه کلام
عکاسی مثل بسیاری از شغلای دیگه همگانی شد، یعنی در دسترس عموم قرار گرفت و این اتفاق خیلی وقت افتاده، فقط به تبع انقلاب دیجیتال نیست، خیلی قبل از اون این اتفاق افتاده. به واسطه این پدیده ما دیگه نه احتیاجی به آموزش داریم، نه احتیاجی به تمجید و تعریف و معرفی آثار و متون ترجمه شده و از این قبیل امکانات دیگه نداریم. خب ممکنه که دوستان انتقاد کنن که من صرفاً از بعد اقتصادی این قضیه رو دنبال میکنم. خب بله، همه چیز الان در واقع باید از دید اقتصادی نگاه کرد. حتی همون علم هم باید به نفع اقتصاد و به نفع راحت بودن زندگی ما انسان ها رقم بخوره. خیلی متشکرم که این گفتمانو گوش کردین. لطفاً نظر بدین و بی تفاوت نباشید. من منتظر نظرات ارزشمند شما هستم. خدا نگهدار.